نخستین رویداد خودرویی سال جدید مصادف شده با اولین نمایشگاه خودرو قم. این نمایشگاه از روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه الی 12 اردیبهشت ماه از ساعت 15 الی 22 پذیرای بازدید کنندگان و علاقه‌مندان به صنعت خودروه. بیایید با هم خیلی سریع به خودروهای موجود تو این نمایشگاه یه نگاهی بندازیم. هرمس خودرو 3 تا از محصولات وارداتی خودش، هیوندای توسان، هیوندای سوناتا و سانتافه جدید با خودش آورده. محصولات وارداتی و منتاجی فردا موتور، MG ZS، فردا 511، سوبا M4 و MG5 حضور دارن. مدیران خودرو هم برند لوکس اکستریمش، اکستریم TXL، اکستریم LX و لوکس ترین منتاجی بازار ما اکستریم VX هم حضور داره. وارداتی ماموت خودرو RS M5، فولکس واگن ID یونیکس، فولکس واگن تیراک، پیکاپ کره‌ای بازار ما. شاید جذاب‌ترین گزینه نمایشگاه این هیوندای آی یونیک باشه. این قسمت نمایشگاه از برند فونیکس، آیزو 6 GT، فونیکس FX، تیگو 8 پرو مکس و از برند MVM X33 کراس و MVM X55 در نسخه. از محصولات کرمان موتور EJ7 برقی، KMC T9 با این رنگ جذابش و KMC T8. لاماری هم هر 3 مدلش آورده، لاماری هایبرید، لاماری ایما نسخه بنزینی و لاماری تمام برقی. همچنین هرمس خودرو کیا K5 و کیا K3 هم با خودش به نمایشگاه قم آورده. کیا اسپورتیج و کیا سلتوس دیگر گزینه‌های وارداتی هرمس خودروان. لوکانو L7 یکی دیگه از خودروهای جذاب این نمایشگاهه. در این قسمت نمایشگاه هم محصولات آفرودی و موتورسیکلت‌های مختلف برای بازدید کننده‌ها قرار داده شده. و به نظر من گوگلی ترین ماشین نمایشگاه این هاچبک جذاب و خوشگله. و شاید نکته‌ای که خیلی تو ذوق میزنه قفل بودن در همه ماشین‌های نمایشگاهه و بازدید کننده‌ها فقط میتونن از بیرون ماشینایی رو ببینن که دارن تو کف خیابون هم همه رو میبینن.